Diktator! Murder diktator! Magmal diktator! Murder diktator! 20 مهر magmal diktator! 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 خوب تانک دسته گم میشه.
نزن آقا، نزن. Pardis, Yaraj, Piston. چهارشنبه 20 مهر. چهارشنبه 20 مهر. درودهای دوباره من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز. در خدمتم با تقدیم بخش دیگری از برنامه ویژه اعتصاب و اعتراضات در سراسر ایران. همونطور که مطلع هستین، با فراخوان کمیته محلات شهرها امروز در سراسر ایران اعتصاب بود و شهرهای بزرگی همچون کرمان، ساری، تهران، چابهار، رشت، کرج، عراق، شاهینشهر، شیراز، مشهد، اصفهان، قزوین، گرگان، گنبد کاووس و بیشتر شهرهای ایران و همچنین در کردستان شهرهایی از جمله بانه، بوکان، سقز، دهگلان، مریوان، مهاباد، دیواندره و امروز برای اولین بار سرپل ذهاب نیز به این اعتصابات و اعتراضات پیوست. و همینطور ما میدونیم که کارگران نفت حماسه آفریدند و در روز دوشنبه با فراخوان شورای سازماندهی کارگران نفت وارد اعتصاب شدند. برای ارزیابی این اعتراضات و اعتصابات و همچنین حضور پررنگ کارگران نفت از رفیق ایوب رحمانی فعال کارگری از لندن دعوت کرده ایم تا در این برنامه ما رو همراهی کنند. رفیق ایوب گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. من درود میفرستم به شما و به همه بینندگان و سپاسگزارم از دعوت. خیلی خوش اومدید. رفیق ایوب، چقدر انتظار میرفت که کارگران نفت به این اعتصابات بپیوندن و چقدر احتمال ادامه این اعتصاب و اعتراضات وجود داره از نظر شما؟ بله، ببینید، از همون روز اول که اعتراضات شروع شد، در واقع حدود 20-21 روز پیش، یعنی بلافاصله بعد از قتل فجیع مهسا امینی، اگر دقت کنید تقریبا همه تشکلات کارگری از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی اطلاعیه اون قتل فجیع رو محکوم کردند و همبستگی خودشون رو با اعتراضاتی که در کردستان شروع شد اعلام کردند و در نتیجه خوب انتظار میرفت از جمله مثلا معلما و شرکت واحد، سندیکای شرکت واحد، یعنی تقریبا تمام تشکل‌های شناخته شده کارگری از همون روز اول به این فاجعه، به این جنایت واکنش نشون دادن و اعلام همبستگی کردن با اعتراضاتی که از سقز و دیگر شهرهای کردستان به اساس جرقه‌اش زده شد. در نتیجه انتظار میرفت که کارگران برقرار عکس‌العمل نشون بدن و وارد اعتصاب بشن. شورای در واقع معلما در ابتدا، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران به اصطلاح اطلاعیه داد و خواهان اعتصاب شد و تحسن شد و بعدش الان ما شاهدیم که به فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران کارگران پیمانی نفت در واقع از 2 روز پیش این اعتصابات شروع شده و مسئله بسیار مهم اینه که به نظر من در واقع قسمت دوم سوالتون این آغاز کاره، همونجوری که شورای
شورای سازماندهی در اطلاعیه خودش گفته این آغاز کاره و این اعتراضات بی تردید گسترش پیدا. بله، خب گسترش این اعتصابات تا چه حد میتونه در روند پیشبرد اهداف مردم ایران و همچنین تسریع رسیدن به جواب مطلوب مردم معترض کمک برسونه؟ ببینید اهمیت اعتصابات کارگری و این اعتراضات کارگری از 3 جنبه میشه بهش نگاه کرد. نخست اینه که معمولاً در هر انقلابی در اون جایی که مردم تصمیم میگیرن به تغییر حکومت و دست به انقلاب میزنن، تنها خیابان کافی نیست. یعنی خیابان، اعتراضات خیابانی، حرکت‌های خیابانی بسیار مهمه، ولی در کنارش مهمه که شریان‌های اقتصادی به اصطلاح کشور عملاً از طریق اعتصاب به بنبست برسه و عملاً حکمرانی را توسط حکومت ناممکن کنه. یعنی پیوندی ایجاد بشه بین اعتراضات در خیابان و اعتصابات در محیط کارگری. و ما شاهدیم در رابطه با اعتراضات نفت، همونجوری که اشاره کردم، این آغاز کاره. یعنی من تردید ندارم که با توجه به این وضعیتی که در ایران با ما مواجه هستیم که به نظر من در واقع ما در جریان یه انقلاب بزرگی است. این انقلاب مثل هر انقلاب دیگر افت و خیزهایی خواهد داشت، گاهی وقتا افت خواهد کرد، گاهی وقتا خیز خواهد داشت، ولی آن چیزی که مشخصه ما الان وارد بعد از اون اتفاقات و خیزش‌های دی، خیزش‌های بهمن، خیزش‌هایی که در رابطه با مسئله آب در خوزستان ما مواجه بودیم و در اصفهان، یعنی شما اگر این 3 ساله رو در نظر بگیریم، اینا همه نشون میده که و به خصوص این خیزش اخیر، اینا همه نشون میده که ما در دل یک انقلاب قرار داریم. در این انقلابات معمولا کارگرها خاموش نخواهند نشست. شما در نظر بگیرید که کارگران ایران، درسته که نسل جدیدی از کارگران الان سر کارن و به میدون اومدن، ولی اینا این تجربه‌های مثلا کارگران انقلابی در انقلاب 57 رو فراموش نشده. من امروز شاهد بودم که در بوشهر مردم معترض شعار میدادن کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما. این شعاری بود که در انقلاب 57 وقتی که کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب زدن، عملاً به عنوان یکی از شعارهایی بود که هم در دانشگاه‌ها شنیده میشد، هم در تجمع‌ها و اعتراضات مردم شنیده میشد. در نتیجه ما بسیار مهمه این اعتصابات گسترش پیدا کنه و کارگران دست پا به میدون بذارن و از قدرت خودشون استفاده کنن. من فقط یه نکته هم در رابطه با اعتصابات نفت بگم که اینا بی تجربه نیستن. شما همین 1 سال پیش ما اعتصابات بزرگی را داشتیم در صنعت نفت و پتروشیمی‌ها که همین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت فراخوان داده بود و اون اعتراضات در واقع در بیش از 51 مثلا پالایشگاه و شرکت‌های پتروشیمی گسترش پیدا کرد، نه تنها در عصبیه و در جنوب ایران بلکه در لرستان، اصفهان و گسترش پیدا کرد. میخوام بگم که این کارگرها این تجربه اعتصابات قبلی رو دارن، کارگرای نفت. در نتیجه بی تردید از اون تجاربی که قبلا داشتن استفاده خواهند کرد، سازماندهی خواهند کرد و بسیار مهمه، نفت بسیار مهمه از چند جنبه. کارگران نفت هم به خاطر اون سابقه تاریخی که کارگران نفت داشتن، هم اگر این اعتصاب به بخش‌های دیگر نفت گسترش پیدا کنه، در واقع شریان اقتصادی ایران رو فلج خواهد کرد. اگر به پایانه‌های نفتی گسترش پیدا کنه، کارگران رسمی نفت بپیوندن به این اعتصاب و در کنارش مثلا کارگران مراکز بزرگ صنعتی به اعتصاب بپیوندن، از جمله کارگران حمل نفت، بسیار مهمه. من خبرهایی شنیدم که کامیون‌هایی که بارگیری میکنن مثلا محموله‌های نفتی را از بنزین گرفته تا گازوئیل و اینا به هر حال بحثایی در بینشون هست که به این اعتصاب بپیوندن. با پیوستن این اعتصابات نه تنها اعتراضات و مبارزات خیابانی تقویت خواهد شد، بلکه همزمان به صورت نیروی خواهد گرفت این انقلاب که عملاً گفتم حکمرانی رو برای جمهوری اسلامی ناممکن خواهد. بله رفیق ایوب، ما در استودیو مهمان دیگه ای داریم، رفیق حسن حسام از پاریس از سازمان راه کارگر. اجازه بدید با ایشون هم سلام علیکی داشته باشیم. رفیق حسن گرامی سلام، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
مایکتون باز نیست رفیق حسن. درود به شما و همکاران پشت صحنه و درود به رفیق ایوب عزیزم. داشتم گوش میدادم و استفاده میکردم تا هر جایی که گفت با او هم آوازم. بله خیلی خوش اومدید رفیق حسن. خب اعتراضات اعتصابات وارد فاز جدیدی شده. همونطور که رفیق ایوب هم اشاره کرد، دانشجوها در دانشگاه خلیج فارس بوشهر و مردم بوشهر امروز شعار کارگران، شعارشو خودم یادم رفت، کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، بله، و همینطور انقلاب 57 در جریان اون اعتصاب بزرگ سرنوشت ساز نفتگران مردم میدادن 43 سال پیش به قول ایوب جان و شما امروز تکرار شد و این درخشانه، یعنی نویدهای بزرگی رو به ما میده. درسته؟ بله. خب یه جای دیگه هم دانشجو، کارگر، اتحاد، اعتصاب. شما این هرچند که قبلا هم این همبستگی بین کارگران بوده، ما دیدیم که سالها پیش هم زمانی که کارگران دست به اعتصاب زدن، دانشجوها در سطح خیابون فریاد زدن فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم. این همبستگی رو شما چطور ارزیابی میکنید در این شرایط حساس امروز ایران؟ ببینید رفیق، در حدود چند ساله گذشته که کارگران به قول همین گزارش رفقای اتحاد بین‌الملل که یکی از اعضای اجلس جلسه 4000 خورده ای اعتصابات کردن، ما در دوره کرونا خاموشی دانشجوها بود، یعنی فرصت حضور نداشتن. جنبش زنان نسبت در کارخانه ها که پیشگام بود همراه برادرانش، ولی در به شکل زنان حضور نداشت. و ما مرتب بر این قضیه تاکید میکردیم که پاسخ نهایی ادغام جنبش ها با همدیگر زیر هژمونی و رهبری طبقه کارگر، اسمش ها هم همه به اتفاق گفتیم جنبش ها. ما امروز شاهد گره خوردگی جنبش های متفاوت اجتماعی، مدنی و طبقاتی هستیم، با حضور تمام قد طبقه کارگر که کلیدشو با شادمانی و جسارت بزرگ و عمیقا سیاسی در همبستگی به جنبش زد شاهدیم. بنابراین این شعار کارگر دانشجو به حقیقت مادی پیوست، یعنی این شعار یک رویا نبود، یک بستر مادی بود. یکی از دلایلش اینه که هزاران دانشجو دوره انقلاب تعداد دانشجویان به دانشگاه محدود بود. اکثریت بالاتفاق این دانشجویان فرزندان کارگران در حد اکثر لایه متوسط به پایین جامعه هستند. این شعار تشریفات نیست، این شعار به طور واقعی عینی از دل زندگی جاری نیروی کار زحمت در ایران در میاد. بنابراین او را نمیشه به عنوان یک شعار واقعا تلقی کرد. توضیح واقعی زندگی است، شرایط عینی مبارزه است. امروزه که پس از کرونا و اون مهسای عزیز از کردستان شما جهان را زیر زبر کرد، با دختران گل و عزیزان دیگر دانشجویان فرصت تاریخی پیدا کردن با همدستی با خواهران و برادران کوچکشون دانش آموزان به میدان آمدن، سراسر این نقشه جغرافیایی گربسان ایران رو پر کردن و در این لحظه تاریخی که یک ضرورت اجتناب ناپذیر وجود داشت و همگان نگران بودن، با اصلویه با حضور درخشانش این نگرانی رو برطرف کرد و ما میبینیم که به صورت انکشاف اعتصابات در کشته میشه، با این که رسانه‌های ارتجاعی رژیم ادعا میکنن این به خاطر 3 ماه حقوق عقب افتاده به میدان آمد. حتی اگر برای 3 ماه حقوق عقب افتاده به میدان می آمدن، امروزه من در چندین جا گفتم، امروزه هر حرکت اجتماعی، اعتصاب، تحصن، اعتراض، به ویژه کارگری، مفهوم بیچونه چرای سیاسی داره. حتی اگر شکل صنفی و شکل مطالباتی داشته باشه. بنابراین جدول زرد درست کردن، این که این تحصن اقتصادی است، این تحصن مطالبات رفع، نه، همه این حرکات زبانهای مختلفی هستند
برای کشیدن حد اکثریت عظیم جامعه به میدان کارزار در مقابل جمهوری اسلامی، هر کدام در چارچوب تعادل قوای طبقاتی و اجتماعی با فرمول خاصش به میدان میاد. اما این دفعه کارگرانی که سنگ تمام گذاشتن، به معنای واقعی به میدان آمدن، به صفت فردی خودشون به عنوان یک طبقه، به قول گرامشی امیران جدید به میدان آمدند و مستقیما در حمایت از جنبش انقلابی مردمان ایران پرچالگی کردن. ببخشید. اختیار دارید. رفیق ایوب، ما میبینیم که کارگران پروژه‌ای به اعتصاب پیوستند. چه کار باید کرد؟ یا آیا انتظار میره که کارگران پیمانی و همه بخش‌ها در صنعت نفت به این اعتراضات و اعتصابات بپیوندند به نظر شما؟ بله، اجازه بدید من درود بفرستم به رفیق عزیزم حسن احسان و خوشحالم که در کنار ایشون هستم و در کنار شما. ببینید، من دقیقا یادمه که از روزی که این خیزش جدید به اصطلاح به وجود اومد شروع شد، خب با توجه به اون چیزی که حسن احسان عزیزم اشاره کرد، ما در سال گذشته مواجه بودیم با 4000 مورد اعتصابات کارگری و انتظار این بود که به هر حال سوال در واقع پرسش این بود، از ما میپرسیدن رفقا، دوستان، آشنایان، خب پس جنبش کارگری کجاست؟ و پاسخ هم به اونا این بود که جنبش کارگری مکانیزم‌های خودشو داره. اعتراضات خیابانی میتونه هر لحظه صورت بگیره. برای اینکه یه اعتصاب صورت بگیره، این احتیاج به مقدمات از پیش داره، یعنی احتیاج به سازماندهی داره که مثلا اون فعالین کارگری که اونجا هستن بتونن زمینه‌های این اعتصاب رو فراهم بکنن. در رابطه با این اعتصابایی که ما الان مواجه هستیم، ما مثلا معلمان از جمله بخش از طبقه کارگر هستن که تا حدودی تشکلات به نوعی سراسری خودشون داشتن. اون شورای هماهنگی فرهنگیان در واقع تونست سریعتر عکس العمل نشون بده با توجه به اون 13-14 اعتراض سراسری که در سال گذشته برگزار کرده بود، از تجربه بسیار بالایی برخوردار. کارگرای نفت، به خصوص کارگرای پروژه‌ای، کارگرای پیمانی، اینها هم با توجه به اون تجربه‌ای که داشتن، خب سریعتر از بخش‌های دیگه کارگر واقعیت نشون میده که تونستن سازماندهی بکنن و این اعتصاب رو فرا بخونن. همینجوری که رفیقمون حسن حسام اشاره کرد، بسیار جالب این اعتصاب خواستای اقتصادی در اونجا مطرح نشده. درسته که به وضعیت اقتصادی، به اون کمپایی که اونجا میخونن، وضعیت شرایط کارشون، به اون شدت کارشون، زورگویی‌هایی که این پیمانکارا به این کارگرای پیمانی دارن اعمال میکنن اشاره شده، ولی اونجا به طور مشخص گفته در همبستگی با مردم ایران و به طور مشخص اشاره شده تا وقتی که نیروهای سرکوب از خیابان‌ها برچیده نشن، از محیط‌های کار برچیده نشن، تا وقتی که این عوامل سرکوب که در کشتار مردم دخالت داشتن محاکمه نشن، تا وقتی که زندانیان سیاسی آزاد نشن، این اعتصاب ادامه خواهد داشت. این مشخصه که خاص سیاسیه، یعنی ما با اعتصاب آگاهانه سیاسی روبرو هستیم. ولی در رابطه با سوال شما باید ببینیم که آیا این اعتصاب گسترش پیدا میکنه به بخش‌های مثل کارگران رسمی، به پالایشگاه‌ها و به خصوص به پایانه‌های نفتی که مثل اون قسمت صدور نفت به خارج از کشور. من انتظارم اینه که و امیدوارم که این کار صورت بگیره. در اعتراضات یک سال پیش که مثلا کارگران پیمانی این مثلا اعتصاب باشکوه رو برگزار کردن که گفتم در بیش از 50 پالایشگاه و مثلا شرکت‌ها دست به اعتصاب زدن، زمزمه هایی بود از کارگرای رسمی نفت که مثلا به اعتصاب بپیوندن، ولی متاسفانه به هر دلیلی نتونستن بپیوندن. ولی باید یادمون نره این بار شرایط فرق میکنه. من به نظرم در حال حاضر، من ارتباط مستقیمی ندارم، ولی به نظر میاد که این بار شرایط فرق خواهد کرد و اون کارگران دیگه‌ای که به اصطلاح تا حالا به اعتصاب نپیوستن، به خصوص کارگرای رسمی، به خصوص کارگرایی که در پایانه‌های نفت هستن، در افغانی‌ها و در قسمت‌های دیگه و در پالایشگاه‌های دیگه، به نظرم با توجه به مجموعه شرایطی که الان مواجه هستیم، اینا به اعتصاب خواهند پیوست. یه نکته هم بگم، ما باید به اصطلاح یادمون باشه که کارگران نفت در انقلاب 57 که من و حسن احسان و حالا شما به سنتون اجازه نمیده، ولی ما کسایی بودیم در یه
انقلابی شرکت داشتیم و الان شاهد یه انقلاب دیگه هستیم. به نظر من کارگران در اونجا، یعنی در انقلاب 57 در واقع چند ماه بعد از اینکه تظاهرات و اعتراضات خیابانی بود به اعتصاب پیوستن، دست به اعتصاب زدن و به انقلاب پیوستن و با اعتصابشون در واقع کمر رژیم سلطنتی رو شکستن. این بار ولی ما در عرض 3 هفته شاهد بودیم که کارگرها دست به اقدام زدن، یعنی هم معلم‌ها دست به اقدام زدن، در ابتدا دست به تحصن زدن و دیدیم به اصطلاح فریاد دانش آموزا رو و اعتراض دانش آموزا در خیابون‌ها و اون شوق و شور عظیمی که در دانش آموزا می‌دیدیم. به هر حال این نتیجه به نظر بخشن نتیجه کار این معلم‌ها هستش که به اصطلاح دست به اعتصاب زدن و اعلام تحصن کردن. در رابطه با کارگران نفت ما به نظرم شاهد این خواهیم بود که دست به اقدام بزنن و در بخش‌های دیگه کارگری هم به نظر من، یعنی زمان که بگذره نه طولانی، در همین بسیار پروسه این تظاهرات‌ها و این اعتراض‌ها و این خیزش، من به نظرم بخش‌های دیگه کارگری بخصوص در صنایع بزرگ به این اعتصاب خواهند پیوست و امیدوارم که حتما اینجوری باشه. بله، سپاسگزارم رفیق ایوب. رفیق حسن، ما دیدیم که چند روز پیش رئیسی در دانشگاه الزهرا که بعضی از دانشجوها امروزه اونو المهسا هم ازش اسم میبرن، در بین تعدادی از دانشجوها داشت سخنرانی میکرد و معترضین رو تشبیه کرد به مگس و علی خامنه ای هم در جلسه هیئت تشخیص مصلحت نظام گفت که اغتشاشات ربطش داد به دشمنهایی که بیگانه هستن و خارج از ایران هستن. شما با توجه به همبستگی عظیمی که در ایران هست و پشتیبانی پرشوری که در سراسر جهان است نسبت به اعتراضات در ایران، اینطور حرف زدن سران رژیم رو چطور ارزیابی میکنید از نگاه خودتون؟ رفیق جان، من میخوام بگم که شما آیا اون تصویری هم که این گروه رئیسی قاتل داشته در می آمده 2 نگهبان گردن کلفت ایشونو گرفته بودن هم دیدید که عباش افتاده بود و من در یه فیسبوک نوشتم که خراب کردی، ببخشید از بینندگان عزیز که ببخش از شلوار دریزه، این تازه اول خطه. اقتدار درخشان جنبش همگانی، جنبش نیروی کار و زحمت، جنبش نان کار آزادی، جنبش زن زندگی آزادی چنان به هم گره خورده که دورترین نیروی سیاسی را به سیاست کشانده. شما این بازیگرانی که بخشی از بازیگران سینمایی که با دستگاه هیئت حاکمه همراه بودن، هم‌آواز بودن، کنده میشن، میان به جنبش پیوند پیدا میکنن، گویندگان و همکاران صدا و سیمای ارتجاعی رژیم که استعفا میدن از شغلشون به مردم میپیوندن، اینا معانی بزرگ داره. یکی از ویژگی‌های روشن شناخته شده دوران انقلابی و موقعیت انقلابی اینه که دورترین نیروهای در سیاست به سیاست کشیده بشن. شما میبینید در این اتفاق با گام‌های سریع میفته. حقیقت قضیه این هستش که من 3 هفته پیش اصلا گمان نمی‌کردم، نه فقط من که کسی نیستم، همه اونایی که رصد میکردن جنبش انقلاب ایران رو گمان نمیکردیم که به این سرعت شتاب بگیره. الان رفیق ایوب خیلی قشنگ دقیق گفت، 3 هفته نگذشته صدای سیاسی کارگران بلند شده در هم‌آوازی و همبستگی. یعنی در ایران دوره انقلاب 57 اون وقت کارگران وقتی رسیدن که چند ماه از جنبش اجتماعی عمومی و خیابانی گذشته بود. امروزه این درد مشترک و این نفرت عمومی و این گرسنگی و خالی بودن سفره‌های اکثریت عظیم مردمان ایران فضای مادی و زنده‌ای به وجود آورده که قرار رو از بیقراران گرفته و شما میبینید که کارگران با این ریسک درخشان و ستایش انگیز به میدان میان. این لحظه بنابراین زر زدن‌های اون خامنه‌ای و
اهانت همین مگسی که به دیگران میگه خودش به مگس تبدیل شده بود در اون لحظه از وحشت، هنوز هیچ قدرت، همه قدرت در دست سرکوب در دست اونهاست. البته اونها الان دیگه کاری، اونها تلاش های مذبوحانه است. به نظر من این روز برخی که منتظرم ببینن خامنه‌ای چی میگه، که آیا یک بار مثل رضا پهلوی پسر رضاخان میرپاش بگه من صدای انقلاب شنیدم، چه بگه چه نگه. البته اینها نیروهای نامخورشون ممکنه مقاومت بکنن. الان سرندج قهرمان ما این سیمای زمخت خشنشون رو، بلوچستان قهرمان ما سیمای شقاوتمندانشون رو دیدن، 23 تا بچه کشته شده این وسط. یعنی این، ولی ببینید یک گام این جنبش عقب ننشسته. این نشان دهنده یک موقعیت تاریخی است، نه رویای بنده و شما رفقایی که اوبر نشستید یا شرمندگان ما. این حقیقت تاریخی است که در آب به نقطه جوشش میرسه. یعنی من حرفم این نیست که فردا انقلاب بشه، ممکنه 2 ماه دیگه بشه، ممکنه 6 ماه دیگه بشه، حتی دهانم لال ممکنه این جنبش پا گرفته مهار بشه، بازگشت به گذشته، اما ناممکنه و انقلاب در چشم انداز قطعی و حتمی. اجازه بخواهد دو تا رفقا این نکته رو بگم. من نمیدونم الان تحول طلبان، این رفراندوم چی ها، اینا کجا هستن؟ اونا میبینن به چشم خودشون که ساده ترین درخواست طبیعی انسان ها، جوان ها، بچه ها در پاسخش گلوله هست. چطور میشود از یک انقلاب خشونت پرهیز، خشونت در رژیم با تمام وجودش انجام میده، بمب ها و توپ هایی که در کردستان برای خفه کردن نیروهای انقلابی ساکن در اون منطقه در حرکت بود، اینا خشونت عریان دولتی است و کشتار جوانان و بچه ها. بنابراین طبیعی است که در مقابل این خشونت عریان دفاع مشروع امری است، طبیعی، حتمی. ولی حرف منم به معنی نیست که همه جا خیابان ایران، من تو اون گفتار پریروز من روشن کردم در اون مبارزه مسلحانه توده‌ای، بسیار دقیق و درسته، اما هر چیز زمان داره و با گام‌های سنجیده، بدونی که فرصت سرکوب تمام عیار به دشمن بدیم، برای اینکه باید فرصت بدیم حد اکثر عالی به میدان کارزار بیان، چه به شکل اعتصاب، چه به شکل تحصن، چه به شکل اعتراض و جنبش خیابانی. ببخشید. سپاسگزارم رفیق ایوب. خب شما اشاره کردین و اون چه که عیانه اینه که خواسته های مردم معترض از معیشت بالاتره، به خواسته سیاسی رسیده و صنف های مختلف هم از دستمزد و یک سری مطالبات که مربوط به صنف خاص خودشون هست اینا هم گذشته و سراسر ایران خواهان سرنگونی رژیم هستند. برگردیم به جنبش معلمان که یکی از کسایی بودن که اولین فراخوان‌ها رو در حمایت از اعتراضات و اعتصابات دادن در ایران. ما میدونیم که چند روز گذشته در کردستان دو معلم خوشنام کردستان رو دستگیر کردن و آخرین گزارشات اینو میگه که الان در بند 209 زندان اوین هستن. در جوانرود هم 2 معلم رو دستگیر کردن. میدونیم که دانش آموزای زیادی رو دستگیر کردن در چند روز گذشته و امروز در 1-2 شهر کردستان مستقیم به سوی دانش آموزان شلیک کردن. شما اینو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، مسئله رژیم مسئله بود و نبوده. وارد جنگی شده با مردم که عاقبتش یعنی شکستش نابودی خودشه. در نتیجه انتظار نباید داشته باشیم که این رژیم به این راحتی عقب نشینی کنه و سعی میکنه تا اونجایی که در توان داره از نیروی سرکوب خودش استفاده بکنه و در قدرت بمونه. این سیاستیه که رژیم داره دنبال میکنه. یعنی الان که داریم صحبت میکنیم چندین هزار نفر دستگیر شدن. یعنی مسئله فقط چند معلم یا چند رهبر معلم و چند دانش آموز نیستن. ما چندین هزار نفر طبق خبرایی که میاد دستگیر شدن. بیش از 200 نفر رو به اصطلاح به قتل رسونده رژیم در خیابان. ما با یه رژیم بسیار سرکوبگری روبرو هستیم
که گفتم تا آخرین بسیار نیروی خودش، تا آخرین جایی که میتونه وامیسته و از منافع خودش دفاع میکنه. ولی این ورم در نظر بگیریم این رژیم بر دریایی از خشم نشسته، بر دریایی از مثلا خشم و خون و اشک نشسته. اشک مادرایی که فرزندانشون از دست دادن، اشک زنان و مردانی که همسرانشون از دست دادن، کسایی که برادرانشون از دست دادن. فقط هم نه در این اعتراضه که الان ما باش رو برسیم که بهتره بگیم انقلابی که باش رو هستیم، بلکه در خیزش آبان دیدیم بیش از 1500 نفر اینا قتل عام کردن. من به قتل‌های فجیع 40 ساله دیگه 40 سال اخیر بر نمیگردم. شما این مجموعه رو در نظر بگیرید. خب این دریای خشمی که ازش صحبت میکنم اینه، یعنی اون چیزی که مشخصه مردم رژیم رو نمیخوان. یعنی واقعیتش اینه که شما حتی به انتخابات خودشان در نظر میگیریم، اکثریت مردم اون انتخابات بایکوت کردن و رژیم در این خیزش اخیر تلاش کرد مثلا نیروهای خودش و نیروهای وفادار خودش رو به خیابان بکشونه و دیدیم چه افتضاحی به بار آورد. یعنی نیرویی نداره که به خیابان بکشه. تنها نیرویی که آورده نیروهای سرکوبه، بسیجی، نمیدونم نیروی امنیتی، نیروهای انتظامی، بخشای از سپاه، اینا رو به میدان آورده. و مسئله اینه که ما با یک شهر، با یک استان و 2 استان روبرو نیستیم. ما با سراسر ایران، یعنی رژیم با سراسر ایران مواجه، با همه شهرها، با مردم در همه شهرها مواجه، از زاهدان تا کردستان، اون شعاری که میدادن خونین ایران، یعنی با همه مردم روبرو است. این مسئله سرکوب تا یه مدت‌هایی کار میکنه و رژیم سرکوب خواهد کرد. خب تردیدی در این نیست، به خاطر منافع خودش، برای اینکه در قدرت بمونه، برای اینکه به اصطلاح شکست بده به این خیزش بزرگ را، دست به سرکوب میزنه. ولی هیچ نیرویی به نظر من، هیچ قدرتی قادر نیست، هیچ قدرت سیاسی قادر نیست در دراز مدت یا در میان مدت، حتی میتونیم در شرایط الان بگیم در کوتاه مدت، فقط به نیروی سرکوب خودش بتونه به اصطلاح در پاورجا بمونه. یک جایی شکاف خواهد افتاد، بین نیروهای سرکوب شکاف خواهد افتاد، یک جای شکاف خواهد افتاد و این توازن قوای طبقاتی، اون چیزی که حسن رضا به درستی اشاره کرد، درش تغییر ایجاد خواهد شد و اون وقت هستش که کار رژیم تمام خواهد شد. من یه نکته رو بگم. امروز خامنه‌ای در دیدارش با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شما به رئیسی اشاره کردید، این حوادث رو میگه این حوادث کوچه، میگه اغتشاشات پراکنده، سراسر ایران در حال قیامه و این مردک خب متوجه نیست. برای اینکه روحیه نیروهای سرکوب حفظ کنه، ازش به عنوان حوادث جزئی و اغتشاشات پراکنده صحبت میکنه. آیا اغتشاشات پراکنده احتیاج به چندین هزار دستگیری داشت؟ آیا اغتشاشات پراکنده احتیاج داره که در تمام شهرها حکومت نظامی اعلام نشده ایجاد بشه که عملا ما شاهدیم؟ از تهران گرفته تا کردستان تا زاهدان تا هر شهر دیگه شما در نظر بگیرید، تمام میادین اصلی رو نیروهای بسیار سرکوبگرش آورده اونجا گذاشته. کدوم حکومتی هستش که با اغتشاشات پراکنده همچنین عکس‌العملی نشون بده؟ اینا تو استاندار تهران خودش گفت، اشاره کرد، بسیار تلویحاً یا صریحاً در واقع اشاره کرد که ما قادر نیستیم با از نظر امنیتی مثل این اعتراضات رو بتونیم تحت کنترل در بیاریم. یعنی خودشون میدونن این در واقع تلاش‌های مذبوحانه‌ای که اغتشاش نامیدن و یا جزئی نامیدن این خیزش بزرگ، این انقلابی که در حال شکوفایی، اینا به صورت حوادث جزئی نامیدن، فقط از استیصال رژیم برای اینکه راه به جایی نبرده. من یه جمله رو اگه بگم و تمام کنم، معمولا انقلابا در جای صورت میگیره که رژیم یک پایه‌های اجتماعیش از دست داده، که رژیم ایران از دست داده، در سراسر جهان هیچ دولتی نداره که به صورت مستقیما دوستش باشه و حمایتش کنه که رژیم داده، غیر از روسیه که اصلا معلوم نیست دوستش هست یا نیست و غیر از چین که منافع خودش رو داره. رژیم کاملا در سطح بین‌المللی ایزوله است، در داخل ایزوله است، با خشم، اعتراض، احتساب مردم روبرو هست و این رژیم نخواهد تونست تنها با سرکوب به تداوم ببخشه به حکومت خودش.
بله رفقا، یکی از بینندگان عزیز ما از شهر سقز برامون یه پیام فرستاده و یه سوال داره که گفته از هر دو مهمان این سوال رو بپرسید. من سوالشون رو، پیامشون رو براتون میخونم کامل. نوشته که سلام به هر دو مهمان گرامی و مجری برنامه. به نظر من از شعارهای تکراری در رسانه ها پرهیز کنیم، اما توازن قوا در میان جنبش کارگری و شعارهای رادیکال با کمک فعالین کارگری و تشکلات کارگری نه تنها برای مطالباتشان بلکه برای اعتراض و دعوت مردم برای اینکه به میدان بیان. سوال دارم از هر دو مهمان عزیز، به نظر شما این مردمی که به میدان آمدند هر چقدر که تشکل یافته نیستند اما در تمام حاشیه شهر و میادین از جنس طبقه کارگر، نه من لحن اشتباه گفتم، گفتن که آیا اینا که در تمام حاشیه شهر و میادین هستن از جنس طبقه کارگر نیستند، یعنی مردمی که به خیابون اومدن. بعدش هم گفته تک تک ماها موظفیم این طبقه کارگر که پراکنده شده را سازماندهی کنیم که تعدادی ضد طبقه کارگر ماچ سواری نکنند. به نظر من این قشر طبقات تهیدست به میدان آمدند، تنها در اعتراض برای مهسا امینی خلاصه نمی شود. این طبقه کارگر و زحمتکش به میدان آمدند بر علیه هر نوع مناسبات سرمایه‌داری با شعارهایی که زندانی سیاسی آزاد باید گردد و نانکار آزادی حکومت کارگری. از سقز همین بیننده دوباره پیام فرستادن. این سناریو سازی برای دستگیری معلمان مریوان، شعبان محمدی، مسعود و اسکندر به این دلیل است که میخواد گروگانگیری کند در مقابل تحریم هایی که کشورها برای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. اگر اعترافی در کار بود این دو معلم زبان فرانسوی قبل از آزادی معلمان این را انتشار میدادند. پس این یک سناریو سازی است. نظر شما دو بزرگوار چیست؟ دو تا سوال پرسیدن. یکیش این که آیا این معترضین طبقه کارگر نیستند، درسته که سازمان یافته نیستند اما از حاشیه شهرها هستند و جزء طبقه کارگر هستند. و دومی هم گفته که سوال پرسیدن که این فقط برای گروگانگیریه که معلمان رو گرفتن، اگر سناریویی بود یا چیزی بود در همون سناریو سازی خانم سیسیل کوهلر و ژاک پاری اینو عنوان میکردند. رفیق حسن شما جواب بدید. اولا سلام میکنم به این عزیز ما، دوشکی به هر دو سوال اون پاسخی که خودش تو سوال داده من باش هم آوازم. اولا اینکه رفیق عزیز، من بر این باور نیستم که این جنبش سازمان یافته نیست. اگر سازمان یافتگی به معنای این است که حتما احزاب اونجا وجود داشته باشند و احزاب سازمان بدن یا یک حزب سازمان بده به طور مشخص، این یک بحث دیگه است. ولی بحث دیگر است که جنبش اجتماعی ایران با سازمانگران میلیونی اکران رو در رویه. شما فقط فکرش بکنید، برجسته‌ترین چهره‌های معلمان و کارگری رو گرفتن در زندانن، اونایی که پیشکسوت بودند، فعال بودند، در بخش قابل توجهشون رو، بخش دیگرشون رو با وثیقه‌های وحشتناک سنگین بلوکه کردند. این جنبش راه افتاده، این جنبش صاحب داره، این جنبش سازمانگر داره، سازمانگران جوانی که مستقل حتی فراتر از داستان ارتباطی میدیایی به طور زنده در محلات و در محل کار و زندگی البته و کار با همدیگر گره خوردن، اشکال پیچیده و مخفی برای این ارتباط دارن. شما میبینید که به قول رفیق ایوب ما این چندین هزار نفر رو خود رژیم گفته که گرفتیم، ولی جنبش نخوابیده. معنی نیست که هر یک فرد صبح از خواب پا میشه به تنهایی تصمیم میگیره. نه، این فراخوان‌ها از آسمان نیامده، به وسیله هیچ دست غیبی هم نیامده، بلکه ابتکار خلاقانه جوانها و نیروهای انقلابی در صحنه و طبقه کارگره. دومین نکته کلیدی قضیه اینجاست که با اون بحث قبلی که رفیق ایوب هم توضیح دادن به این پرسش که رفیقان برمیخوره. این جنبش میلیونی پراکنده تکنیکه. اگر اینها در میدان آزادی جمع می شدن، چند میلیون در همون گام نخست محاصره می شدن و قتل عام می شدن. اینها دشمن رو پراکنده کردن در سطح سراسر ایران و در هر شهر هم پراکنده کردن. شما دیدید در تهران 10 میلیونی
20 تا 30 نقطه اعتراض ببینی دشمن پراکنده میشه. تجربه مشابهش هم ما در 57 داشتیم. من در آبان که از زندان آزاد شدم متوجه با این تجربه قاطی شدم اصلا که بچه های محل با تدارک یافته می آمدن، تظاهرات میکردن، گروه سرکوب حمله میکرد، در کوچه ها پنهان میشدن، خیلی جا هم خانه ها دراشون رو باز میکردن، میرفتن به اینجا اونجا بازداشت میشدن، یعنی مستعصل میکردن. تظاهرات موضعی بخشی از سازمانگری است رفیق عزیز من. اینا سازمان یافته است. آری جنبش انقلابی پا گرفته با یاد مهسای مظلوم بالا گرفته، با شعار بسیار زیبای پرمعنای زن زندگی آزادی، ولی هم پیش از این جنبش هم بعد از این جنبش شعار درخشان دیگری هم بوده و هست، نان کار آزادی، با آلترناتیو درخشانی رو هم در مورد سازماندهی گفت اداره شورایی، هم در مورد آلترناتیو گفت حکومت شورایی. بنابراین این دو شعار کلیدی گره خوردند، نه که ما بگیم گره بخورند، شما را به خدا گره بخورید، نان کار آزادی ها، زن زندگی زیبایی ها، نه، اینا گره خوردند. چرا؟ برای اینکه هر دو نیاز تنگاتنگ جامعه ما هستند. در ایران اگر انقلاب ایران عبور پیدا نکنه از انقلاب سیاسی و انکشاف پیدا نکنه به انقلاب اجتماعی، آزادی های سادی سیاسی هم در ایران متحقق نشد. حتی اگر این آیت الله های جنایتکار برن نوه رضاخان که خوابش باید ببینه، ولی کراواتی های دیگر بیان جای او را بگیرن یا همین اصلاح، هر نیرویی بیاد، اینها جز استبداد و سرکوب راه دیگری ندارن. بنبست سرمایه‌داری است، راهی برش نمیذاره. یک اقلیت کوچک استثمارگر، یک اکثریت کوچک استثمار شونده، لاجرم استبداد زمینه و بستر مادیشه. بنابراین گره خوردن نان کار آزادی، زن زندگی آزادی، دو چیزی است که جامعه ما، هم جنبش مدنی این 43 ساله، جنبش مقاومت مدنی زنان در این 43 ساله، هم جنبش کارگری در این 43 ساله، به ویژه در این 10 ساله اخیر، این حقیقت اورنگان رو بیان کرده که بدون به دست آورده نان آزادی میسر نیست و بدون مادی کردن و پایه‌ای کردن آزادی فرصت نان نیست. بنابراین ما با یک انقلاب اجتماعی عبور از سرمایه‌داری میتوانیم رو در رو بشیم اگر نیروهای چپ انقلابی، احزاب چپ انقلابی در کنار طبقه کارگر و مردمان لگدمال شده و مردمان در واقع توحیدست و خانه خراب گره خوردگی رو ایجاد نکنن که فرصت مصادره این انقلاب به بورژوازی رنگارنگ که همه قابلمه‌هاشون رو امروز جلو آوردن که میگن انا شریک، این شرکای فریبکار رو اگر از دایره خارج نکنیم ناممکنه. و اون وقتی است که به قول گرامشی امیران جدید، یعنی طبقه کارگر، مهر هژمونی، نه که زور هژمونی که جوانه زور نیست، مهر هژمونی رو به عنوان تنها نیرویی که چیزی نداره از دست بده، به قول چیز جز زنجیرهای پاش، به سراسر ایران از کردستان تا سراسر بلوچستان و خوزستان و گیلان و هر جای این نقشه جغرافیایی گربستان. بنابراین من با پاسخهای خودتون بپرسیدم دارید با همون روند چارچوبش موافقم و پاسخهای ریز منم اینا بود. بله رفیق ایوب، نظر شما چی؟ آیا مردم معترض مردم حاشیه شهرها هستن، از طبقه کارگر هستن و یا 2 سال داشتن این بیننده و یا به چه دلیل اینا معلمانی رو که گرفتن گروگانگیری دارن انجام میدن؟ ببینید در رابطه با گروگانگیری بگم که از همون آغاز که مثلا این خیزش شروع شد، اینا کاری که کردن یعنی فقط هم مختص معلمان نبود، یعنی در همه شهرها کسایی که برای فعال اجتماعی بودن، فعال معلمی بودن، فعال شناخته شده کارگری بودن، برای یا تحت نظر قرار گرفتن یا بهشون مثلا پیام‌های تهدیدآمیز فرستادن، به نوعی
کنترل کردن یا دستگیرشون کردن که در رابطه با سوران که مشخصه، در رابطه با معلمان مشخصه، یعنی اون چیزی که اشاره کردن در رابطه با اون اعترافگیری اجباری که اینا در تلویزیون پخش کردن، خب اینا قبل خیلی وقت پیش، یعنی از همون وقت که سیسیل و همسرش به ایران رفتن که با معلمان نشست داشتن، با فعالین دیگه کارگری نشست داشتن، به هر حال وزارت اطلاعات اومد اونجا و اینا رو دستگیر کرد و بعد از دستگیری همه هدف این بود که یه اعترافگیری بکنه و در تلویزیون نشون بده. بخشاش هم در همون آغاز اگر یادتون باشه روزنامه کیهان شروع کرد و بعد بخشاش هم تو تلویزیون پخش شد، خیلی خلاصه‌ای پخش شد. ولی بعدش یعنی با آغاز مثلا این خیزش جدید اینا کاری که کردن، اومدن چه کار کردن؟ اومدن تمام مثلا اون ویدیویی که ضبط کرده بودن که اقرارگیری مشخصی بود که از این دو فعال سندیکالیستی که به فرانسوی که به ایران رفته بودن و اونا پخش کردن. هدفشون هم این بود که تمام این اعتراضات، یعنی هم اعتراضات کارگری، هم فعالین کارگری رو، هم فعالین معلمی رو وابسته کنن به عناصری در خارج از کشور که گویا و گفتن، یعنی در اقرار این دو فعال این بود که ما از دولت فرانسه پول گرفتیم و اومدیم اینجا پول تقسیم کردیم و از این تشبثاتی که به هر حال دیگه عمرش تموم شده، یعنی کسی براش تره خورد نخواهد کرد، یعنی هیچ قبول نخواهد کرد. مثلا این اعتراف‌های اجباری، این اقرارگیری‌هایی که زیر شکنجه و سرکوب و مثلا زیر فشار داره انجام میشه، کسی براش به اصلا اهمیت نخواهد داد. اینا اوایل انقلاب رژیم به نوعی سعی کرد که از این استفاده کرد و تا حدودی هم استفاده کنه و تا حدودی خیلی زیادی هم موفق بود در رابطه با شکستن انسان‌ها. الان هم انسان‌ها رو خوب میشکنه، ولی دیگه برای مردم روشنه که این اعترافات تحت چه شرایطی صورت گرفته، یعنی در واقع اون کاربرد رو نخواهد داشت. ولی اینم از استیصال رژیم هنوزم به اون بسیار. رفیق ایوب یک جمله برای تکمیل حرفت. حسن سعیدی کارگر شرکت واحد دیروز با جسارت تمام از زندان نامه ای داده و اون چیزی که الان ایوب جان گفته رو به روشن افشا خواهش می‌کنم اون رو تو اشراف بیشتری توضیح بده برای من. بله، اصلا اون پروژه به اصطلاح اون سناریوی اعترافگیری شکست خورد، چون تعداد از فعالین کارگری که گرفته بودن و معلمایی که گرفته بودن، خب اینا هیچ کدوم حاضر نشدن بیان در اون شو تلویزیونی اعترافگیری علیرغم همه فشارهایی که بهشون آوردن شرکت کنن. ولی این دو نفر فعال سندیکالیستی به اصطلاح فرانسوی، خب این تجربه فعالین کارگری ایران ندارن، در کشور غریبی هستن، با ارتباطی با کسی ندارن و زیر فشارهای سنگین حکومتی که ما میدونیم، اینا بیچاره‌ها مجبور شدن اومدن همچه اقراری کردن. ولی اون پروژه شکست خورد به همین دلیلی که رفیقمون حسن اسلام اشاره کرد، یعنی فعالین معلمان و فعالین کارگری علیرغم زندان انفرادی که بودن برای مدت‌های زیادی حاضر نشدن بیان به اصطلاح در این اعترافگیری شرکت کنن و اون پروژه شکست خورد و پخشش الان در واقع اثر استیصال پخش مجدد اعترافگیری از دو سندیکالیست فرانسوی در واقع اثر استیصاله. در رابطه با این مردمی که در خیابان هستن، آیا اینا جزء طبقه کارگر نیستن؟ بی تردید بخشاشون جزء طبقه کارگرن، فرزندان طبقه کارگرن. و یه نکته‌ای بگم، ببینید کسایی که آقازاده ها و نمیدونم کسایی که وابسته به حکومتن، کسایی که از قبل به وابستگی به حکومت ثروت‌های زیادی انباشته کردن، که اینا نمیان جانشون در خیابان در خطر بذارن. این دانشجوها و نمیدونم جوانها و دانش آموزا و مردم حاشیه‌های شهرها مثلا در جنوب ایران، مثلا چون این خیزش الان در رابطه با تهران میخوام مثال بزنیم، کاملا مشخصه به خانی آباد و به مناطق در جنوب شهر کشیده شده. اینا بخشایی از خود کارگرها در شرکت میکنن، فرزندان کارگرها هستن اینا. ولی اون چیزی که ما داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با اعتصاب که من اشاره کردم، پیوند یا به قول رفیقمون حسن گره خوردگی به اصطلاح مبارزات خیابانی با مبارزات در اعتصابات کارگری و اعتراضات در مراکز کارگری، این هستش که مثلا اهمیت اون مسئله رو می‌خواستم نشون بدم که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه وارد مبارزه بشه و وقتی به اصطلاح به عنوان طبقه وارد میشه که دیگه به فرد شرکت نمیکنه، دست به اعتصاب دست جمعی میزنه، با سازماندهی با صورت سازماندهی شده دست به حرکت میزنه و میاد خواسته های خودش رو به صورت
سازماندهی شده بیان میکنه و این خواستا رو میبینیم. مثلا خواستای معلمان رو میبینیم، بسیار خیلی مشخصه خواستایی که مطرح میکنن. خواستایی که کارگران اعتصابی نفت مطرح میکنن خواستای مشخصیه، یعنی کاملا خواستای سیاسی با پلتفرم خواستای سیاسی در مقابل رژیم قرار گرفتن. این مهمه که من اشاره کردم چرخهای این تنها طبقه کارگر متشکل و سازمان یافته است که میتونه چرخها که از طریق اعتصاب کارگری و بعداً از طریق اعتصاب عمومی یا اعتصاب سراسری عملاً حکومت کردن رو بر رژیم غیر ممکن کنه. من یادم آخرای رژیم شاه نمیتونست حکومت کنه، رژیم شاه نمیتونست حکومت کنه برای اینکه همه کارخونه ها بسته شده بود، کارگرای برق قطع می‌کردن، معلما اعتصاب کرده بودن، دانشجوها اعتصاب کرده بودن، کارگرای حمل نقل اعتصاب کرده بودن، یعنی فلج کرده بودن حکمرانی رو برای حکومت. یعنی ما اهمیت این اعتصابات اینه، در همه کشورها ما شاهد بودیم وقتی که کارگرها میپیوندن به دیگر جنبش‌های اجتماعی یا همزمان، بهتره بگم که همزمان با جنبش‌های اجتماعی وارد میدان میشن، حکومترانی برای حاکمان تقریبا ناممکن خواهد شد. وقتی که به چالش میگیرن حاکمیت‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد. ما وارد اون مرحله داریم میشیم. بله رفقا، این بیننده گرامی سوالی پرسیدن که در این مدتی که ما اعتراضات و اعتصابات رو پوشش دادیم، تقریبا در 4 هفته گذشته چند باری این سوال از مهمانای ما پرسیده شده و حتی در برنامه‌های دیگه هم بعضی از مهمانا به این اشاره کردن. سوالش خیلی مهمه. اگه شما از گفته که سوال از هر دو مهمان عزیزه، خیلی کوتاه جواب بدید. البته اگه نمیتونید، ولی میدونم که سوال سختیه، توضیح میخواد، اما مهمم هست. در این حال گفته که میان مردم امروز قدم زدم. بعضی از مردم میگفتند اعتراضات خوب پیش میره اما رهبری نداره. لطفاً درباره رهبری رو به توده مردم توضیح بدید. آیا رهبری ندارد یعنی چی؟ این سوالی بود که اکثر مردم داشتن. البته رفیق حسن شما اشاره کوتاهی داشتید به اینکه خب رهبری درسته حزب نیست و اینا، اما خب مدام این سوال و حتی یه مورد دیگه هم همین بیننده از یکی از مهمانهای دیگر هم این سوال رو پرسید که رهبری نداره. ما بارها گفتیم که رهبری لازم نیست شخص باشه، رهبرها در همون شرایط هستند، در محل هستند. لازم نیست امروز یکی بیاد بگه که من رهبری رو بر عهده میگیرم یا یه سازمانی خارج از مرزهای ایران. اما این سوال پیش میاد. لطفاً شما از دیدگاه خودتون رفیق حسن شما جواب بدید. رفیق ایوب عزیزم، ببینید من اتفاقا از سقز یک کارگر عزیز از من همین پرسش کرد که خب راجع به همین پرسش به شما من براش کتبی نوشتم، الان اون حرفمو شفاهی اینجا برای شما میزنم. عصر رهبران کاریزماتیک به سر آمده. اگر منتظریم که یک آیت اللهی، یک تاجداری یا بیتساژی یا یک قهرمان فلانی، یک چگوارایی ناگهان به میدان بیاد و اکثریت عظیم رو زیر چتر خودش بگیره، خطاست. تمام داستان ما اینه که تلفن منه فکر کنم. آره من متاسفانه نمیتونم قطعش کنم و یه لحظه باید صبر کنیم تا قطع. ببخشید من تلفن دستی فیسبوک بدشینه، زنگ زده کسی من ولی همینجا حرف میزنم و سلام مزاحم زنگ گذارم. تمام داستان اینه که همچنان که عرض کردم همین الان نیروهای زنده واقعی در جنبش اجتماعی در سراسر ایران در نقش اونچه که ما نظر ما این است انقلاب از پایینه و این انقلاب از پایین توسط نیروی کار زحمت سازماندهی میشه. بنابراین خود سازمان یابی نیروی کار زحمت اون بستر مادی اصلی هست که بتونه این انقلاب رو هدایت کنه و از این زاویه من دارم خدمت شما به این عرض میکنم، خوشبختانه قطع شد. از این زاویه من دارم خدمت شما عرض میکنم بنابراین دنبال جوابش تند سیخکی بگم،
جواب رهبران دانشمند با سیبیل بی سیبیل، با عمامه بی عمامه، با کراوات بی کراوات نباشیم. جواب ما را کارگران و توده های توحیده است و مردم اعماق با هوش و جوانهایی که اکثریت قاطعشون فرزندان نیروی کار زحمتند، فرزندان نیروهای دکلاسه هستند، فرزندان نیروهای حاشیه تولید هستند، فرزندان گرسنگان و بی خانمان هستند. اونا با سازماندهی این خود سازمان یابی رو مادیت میبخشند. ما عجله نکنیم. یعنی اون نگاه کلاسیکی که حتما یک رهبر کاریزماتیک از بالای سر مردم، چه انقلابی چه ضد انقلابی، چون تحزب چه غیر تحزب، حتما باید این مردم دست پاش پراکنده را جمع کنه. این یک نگاهی است نادرست و به پاسخ منفی گرفته. ما به انقلاب از پایین باور داریم، به معنای خودسازماندهی نیروی کار زحمت در ساختارهای شورایی، در محله، در خانه، در محل زندگی، در مدرسه، در دانشگاه و به قول ایوب جان ما گره خوردگی یا ما خودم یا پیوند یا لولای اتصال، اینا فصلشون بمانه لولای اتصال زیر حرم طبقه کارگر به مثابه طبقه کارگر که آشکارا روشن سرمایه‌داری را مورد هدف قرار داده، با استبداد از زاویه مبارزه با سرمایه‌داری حرکت میکنه. بنابراین رهبران ما وجود دارند، رهبران ما رفیق عزیز پرسشگرند، بیشمارند، ناشناسند. بگذار ناشناس بمانند تا لحظه موعود چهره درخشانشون رو، منظورم این قهرمان اون قهرمان نیست، اون توده بی چهره و بی شکل. لنین یک صحنه خیلی قشنگی که میگه اکتبر شدانا یک کارگران و دهقانان با چکمه ها و کفش های گل و لاک این فرش قرمز تزار را به لجک کشاندن، رفتن کاغذ زمستانی رو گرفتن. اون نوبت شما سازمانگران واقعی، شما را ما، یعنی ما و شما. رفیق حسن، من یه سوال اینجا برام پیش اومد. خب قطعا اداره شوراییه و ما خواهان اداره شورایی هستیم، اما نقش حزب در این وسط چی میشه؟ من بارها در گفتگو میزگردهایی داشتم، از جمله با رفیق علیزاده عزیزم. نظر من این هست که حزب به جای طبقه عمر تاریخیش به سر آمده. ما با حزب دولت‌های سوسیالیسم قرن 20 که تجربه‌ای بود بر حزب دولت‌ها، یعنی حزب به جای طبقه کارگر می‌نشست، توی حزب دفتر سیاسی به جای اعضای حزب نشست، توی دفتر سیاسی دبیر اول به جای حزب نشست، بعد یواش یواش طبقه کارگر میشد کارگزار سیاست‌های یک گروه کوچک و ابزار تبدیل میشد و بعد از دلش یواش یواش جریانی به نام استالین درآمد که آدم میفرسته اون طرف با تبر کله رقیبش رو تروتسکی را با تبر میزنن. حزب به جای طبقه قرار نیست باشه. حزب باید هماوازی کنه، کمک کنه. طبقه است که در خود سازمان یابی و در ساختاری شورایی، یعنی اون شعار لنین اگر حقیقی، چون بعدا پس گرفتند اون شعار لنین پیش همه قدرت به دست شوراها، ما الان اونو داریم، بعدا دبه در آوردن، شورا شد حزب، مجلس واسط تعطیل شد و اینجور دست واردش نمیخوام بچم به تاریخش. بنابراین در نقد حزب دولت ما به جایگونی حزب به جای طبقه به شدت نقد داریم. اونو به سوسیالیسم قرن 20 مربوط میدونیم، چه از نوع روسیش، چه از نوع چینیش، چه از نوع آلبانیش، چه از نوع تیتویش. همه اون انواع شکست خوردن. دلالش بود که طبقه کارگر رو زیر سیطره اراده یک عده‌ای به نام حزب له کردن و اجازه ندادن اون اراده تاریخی شکوفا بشه. بنابراین از طریق حکومت شوراهاست که رهبری و اداره جامعه، نقش حزب هدایت، همکاری و این حرف من به معنی نیست که اعضای حزب اعضای اون شوراها نباشند. اعضای حزب در اون شورا وظیفه داریم این کارو بکنیم، ولی نه فرکسیون ویران کننده که ما تجربه داریم. نمیخوام واردش بشم، بحثش طولانی است. بله سپاسگزارم. رفیق ایوب، نظر شما چیه؟ ببین، من شاید یه مثال بزنم خیلی روشن‌تر میشه در رابطه با رهبری. مثلا شما آموزش پرورش رو در نظر بگیرید.
و این اعتراضاتی که معلمان اشاره کردن در سال 1400 اینا اگر اشتباه نکنم 12-13 اعتراض سراسری بسیار برگزار کردن و به نوعی تشکل بسیار هماهنگی هم بینشون وجود داره. برای وزارت آموزش پرورش چه کسی شایسته تر از همین معلم هاست که مسئله مدیریت کنه آموزش پرورش؟ آیا این وزیرایی که گذاشتن، آیا جمهوری اسلامی، آیا فلان نمیدونم به قول حسن حسام عزیز کراواتی خارج از کشور، اون به مسائل آموزش پرورش آگاهه؟ یا همین معلمایی که هر کدوم چندین سال تجربه دارن، با دانش آموزا بودن، بعد مشکلات آموزش پرورش رو میدونن، وضعیت مدارس میمونن، کیا میتونن مدیریت کنن آموزش پرورش؟ معلما میتونن. در نتیجه رهبران به اصطلاح معلمی الان مشخصه در رابطه با اداره کردن آموزش پرورش ما رهبران رو داریم. خب مثل رسول بداقی که در زندانه، مثل سوران که تازگی گرفتنش، مثل معلمای دیگر که در زندانه و معلمای دیگه‌ای که به اصطلاح نمیدونم تحت حکمن، اینا و کسایی که این کانون‌های صنفی رو زدن، اینا مثل پایه‌های همون شورایی که داریم مطرح می‌کنیم. یه مثال دیگه بزنم شاید روشن‌تر بشه. مسئله نفت رو مثال بزنیم. چه کسی این در رابطه با پتروشیمیا و صنایع نفت و گاز و دیگر صنایع مرتبط با نفت بهتر از کارگران میتونه سازماندهی کنه تا خود مثال دیگه بزنم در رابطه با هفت دفعه. چه کسی غیر از کارگران هفت دفعه، چه کسی غیر از کارگران فولاد میتونه بسیار در رابطه با مدیریت اون کارخونه، در رابطه با اداره اون کارخونه نظر داشته باشه، تواناییشو داشته باشه؟ کارگرای هفت دفعه بارها گفتن ما توانایی اداره هفت دفعه رو داریم. اون اسد بگی که نمیدونم وابسته به حکومت که دوز عذاب در اومد، خب اصلا نمیدونست اصلا نیشکر چیه، نمیدونست تجربه کاری این کارگرا چیه. خب اینا آورده بودن اونجا فروخته بودن نیشکر هفت دفعه رو بهش. در نتیجه این چیزی که میگیم چیزی نیست که ذهنی باشه، واقعی نباشه، حی حاضر زمینش اونجا هست، تجاربش اونجا هست در کشورهای دیگه و در خود ایران مثلا این تجارب هست. یعنی کارگران ایران، معلمان ایران، نمیدونم بخشای دیگه محلات، شهرها میتونن از طریق شوراها سازماندهی امور خودشون به دست خودشون بگیرن. چیز عجیب غریبی نیست. این رژیم بیفته بی تردید یک روز بعدش اداره آموزش پرورش رو بدید به این معلما، به همین سازمان‌هایی که به صورت نهادهای معلمایی که الان زیر فشارن، دستگیر میشن، سرکوب میشن، اینا آموزش پرورش رو بهتر از هر کس دیگری میتونن اداره کنن. اداره شورایی یعنی همین. یه چیز عجیب غریبی نیست که یه کسی میاد یه طرح برنامه عجیب غریبی باید بریزه. فقط اجازه بدید یه نکته رو اشاره کنم در رابطه با سازماندهی و در رابطه با ربط به رهبری. ببینید کاری که رژیم کرده، ما اگر با این همه سرکوب مواجه نبودیم، به خصوص بحث ما در رابطه با جنبش کارگریه، اگر ما تشکلات کارگری فراگیری می داشتیم، اگر به اصطلاح یه شورایی یا کنگره‌ای از این تشکلات می داشتیم و آزاد بودن و اون تشکلات میتونستن فراخوان بدن و کارگرها دست به حساب بپیوندن و دست به راهپیمایی خیابانی بزنن، عملا رهبری رو گرفته بود. ولی کاری که رژیم کرده از ابتدای به قدرت رسیدنش هر نیروی متشکلی رو از بین برده، یا کشته یا دستگیر کرده یا سرکوب کرده. حتی کانون نویسندگان رو نذاشته اینا یه مجمع عمومی برگزار کنه. یعنی میدونسته که هر تشکلی از کارگران، معلما، نویسندگان، بخشای دیگه، هر تشکلی میشه مبنای سازماندهی برای ایرهای دیگه و این میتونه به اصطلاح پاشنه آشیل رژیم باشه و به خاطر همین همه تشکل‌ها رو به اصطلاح سرکوب کرده و شاید در تنها استثناء تشکل معلما هستش که به نوعی فعال، هنوز به اصطلاح علیرغم هزینه‌های سنگینی که پرداخته هنوز فعاله. در نتیجه نذاشته که اون تشکل رو ما داشته باشیم که رهبری مشخص باشه، چون رهبری وقتی چجوری خودش رو نشون میده، وقتی فراخوان میده بقیه به فراخوانش پاسخ میدن. مثلا رهبری این اعتراضات اخیر معلما رو شورای به اصطلاح فرهنگیان، شورای هماهنگی فرهنگیان اطلاع در میداد، فردا اعتصاب میشد. این رهبری. الان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
اطلاعیه میده، پس فرداش اعتصام میشه. این یعنی رهبری. این رهبری، من تاکید کنم به اون حرفی که رفیق عزیزم حسن حسام زد، این رهبری به وجود خواهد اومد از دل این جنبش ها. دیگه راهی نداره، راه دیگه نمیشه، چون راه دیگه رو سد کرده رژیم، نذاشته تشکلات مستقل پا بگیرن که اینا مرجعی بشن، مبنایی بشن برای رهبری مثل این اعتراضات. راهی غیر از مثلا این رهبرایی که همین حی حاضر داریم و این سازمان دهندگانی که این اعتراضات رو سازماندهی میکنن، این سازمان دهندگانی که این اعتصابات رو سازماندهی میکنن، اینا بسیار از دل اینا اون رهبری و اون تشکلاتی که بتونه بسیار در اداره کشور ها به پیش بذاره به وجود خواهد. بله سپاسگزارم رفقا، خیلی ازتون ممنونم. زمان برنامه داره به اتمام میرسه. اگه نکته خاصی دارین که بخواین به این گفتگو اضافه کنین لطفا خیلی کوتاه بفرمایید. رفیق حسن شما بفرمایید. من میخوام به این رفیق عزیز پرسش کننده و همه اون عزیزانی که ساکت بودن بگم جوجه رو آخر پاییز بشورم. آن چیزی که امروز پا گرفته نتایج سحرش روشنه. اگر ما اجازه ندیم این انقلاب مصادره بشه، این حرف خلاصه منه، با آرزوی پیروزی این جنبش و با هم‌آوازی با کشتگان این جنبش، این روزه در سرندج سرخ کشتار دارن میکنن و حمله میکنن به خانه ها، مستقیما شلیک میکنن. هم‌آوازی با اون عزیزان و یک مژده بزرگی که ایرانیان سراسر ایران دارن این است که برخلاف تبلیغات سوریه میشه، زهرمار میشه، گروه ها ملت ها به جان هم دیگه میفتن به کوری چشمشان. آذربایجان از کردستان، کردستان از خوزستان، خوزستان از بلوچستان، گیلان از اینجا، تمام ملل ساکن ایران، من اینا به این نام میگم، قمپا و قبول ندارم، ملل ساکن ایران که من اعتقاد به حق تعیین سرنوشتشون دارم، حتی در سرحد جدایی امروز نشان دادن که در چارچوب ایرانی انقلابی هستن و در پیوند ارگانیک مبارزه با همدیگر علیه کار، علیه سرمایه و علیه استبداد. تمام، موفق باشید. سپاسگزارم رفیق ایوب. ببینید، من میخوام اشاره کنم به تجربه‌ای که در رابطه با جنبش‌های دیگه یا خیزش‌های دیگه ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. یکیش خیزش به اصطلاح بهار عربی در ابتدا در تونس شروع شد. اون بهار عربی تونستن بدون اینکه به اصطلاح اون احزاب رو داشته باشن، تا سندیکای کارگری رو داشتن و جوانات اعتراضات خیابانی در عرض 28 روز رژیم بن علی رو اونجا به پایین کشید. در مصر در تقریبا بهار عربی 2 هفته طول نکشید، با اینکه مثلا رهبری نبود، یعنی احزابی نبود که مثلا احزاب آزادی نبودن که سازماندهی کنن، ولی اون جنبش خودجوش مثلا مصر که کارگرها بخش اصلیش بودن و جوونا در خیابونها، اینا تونستن مبارک رو به پایین بکشن در عرض 2 هفته. اشتباهاتی که کرده ما میتونیم وارد، من اشتباهاشون نمیشم، میشه از اشتباهاشون درس گرفت. در رابطه با رژیم ایران شاید بیشتر به خاطر سرکوبگری که این رژیم داره، یعنی قابل مقایسه نیست از نظر شقاوتش، از نظر بیرحمی، از نظر میزان وحشیگریش و حتی با رژیم‌های مثل تونس و مصر قابل مقایسه نیست. ولی این جنبش‌ها، این خیزش بزرگ، این مثلا انقلابی که در حال شکوفاییه، با همین وضعیت هم قادر هستش که توازن قوا رو به نفع خودش عوض کنه و این رژیم رو به پایین بکشه. تا شاید طولانی تر از خیزش بهار عربی باشه، ولی اون درسی که میتونیم ازش بگیریم اون قدرت مردم که اومدن در خیابون و عقب ننشستن و پیوندی ایجاد کردن، هم در مصر هم در تونس، بین اعتراضات خیابانی و اعتراضات محیط کار، این میتونه رژیم را عملا به زیر بکشه. بله سپاسگزارم رفیق حسن. میخواستم بگم ایوب جان، نه دیر است و نه دور، مطمئنم اون روز را مؤمنم. بله خیلی از حضورتون سپاسگزارم رفقا. حسن حسام از پاریس از سازمان رای کارگر و رفیق ایوب رحمانی از لندن فعال کارگری، خیلی ممنونم که دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. ممنون از دعوتتون. سپاس.
خسته نباشید. بله بینندگان عزیز، همونطور که مطلع هستین سراسر ایران امشب خیابونها رو به لرزه در آوردن و این لرزه رو بر نظام آخوندی و دیکتاتور رژیم جمهوری اسلامی پایه‌هاش رو به لرزه در آوردن. عزیزان به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم، به این بخش برنامه زنده رسیدیم. شما میتونید از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحتون هست، از طریق تلگرام در طول شبانه روز تصاویر، ویدیوها و پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. در بخش بعدی رفیق همکارم امیر در بخش کردی با شما خواهند بود. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید به امید پیروزی.